چرا برخی از مردان از دختر تولد کردن همسرشان اظهار ناراضگی میکنند و حتی با همین بهانه عائله را ترک مینمایند؟ آیا دختر در خاندان جای پسر را گرفته نمیتواند؟ برای اینکه نمیخونند، کم میخونند، نمیدونند. لیکن همه این خیل نیست. بسیار مردایی هستند که دخترم فرزنده دود خدا های وای نسل من های میگوید دخترم فرزنده هست. دخترایی که جواب چندین پسر میتید. نگره چگونه کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و مادرانند، چگونه عالمه های بزرگ داریم. آیا همه این فکت و رقم ها، همه این اندیشه ها افادهگر آن نیست که ما باید در همین حالت مناسبت مساوی داشته باشیم، مناسبت برابر را به هر دو جنس واقعا داشته باشیم. شکر خداوند که صاحب دو پسر هستم، محمد علی جان و فیض علی جان. صاحب دو پسر می باشم که شکرانه میکنم از فرزندانم. اگر خداوند به من دختر نصیب میگردم باز هم خرسندتر میشدم، ممنونتر میشدم، چون که خود من رو مادر به دنیا آورده است و مادران رو دوست میدونم و مادران رو احترام میگذارم، چون که هستی ما از زن مادر منشأ میگیرد. دختر به اندیشه من در تقاضای زمان کنونی همچون فرزند اول اولادتر است، خوبتر است برای پدر و مادر، چون که دستیار است، همیشه دستگیری میکند پدر و مادر را و فرزندای برادرانی که بعد از او هستند اونها رو نیز کمک میکند که این هم یک دستگیری برای مادر میشود. طی چند سال اخیر میبینیم و میشنویم که به دنیا آمدن دختر باعث ناراضگی پدران جوان میگردد. اکثر جوانان ناخوانده میخواهند که فرزند اولینشون پسر باشد. مبادا آن دختر به دنیا آید حتما در این عائله جوان نافهمی و یک مناسبت سرد دیده میشود. این چیزا ما واقعا در عائله های جوان میبینیم، در اون عائله هایی که مثلا شماره دخترشون زیاد است در اونها میبینیم. بسیار با ندرت ما میتوانیم پیدا کرده عائله هایی که همه فرزندشون فرض کردیم میبینیم که اکثریت فرزندشون پسر باشد و در آرزوی دختر باشد. اما بسیار زیاد عائله هایی رو میبینیم که دختر زیاد دارن و از این چیز نارضا هستند و در پی نایل شدن به فرزند پسر چه چاره هایی میاندیشند. بسا دختر که صاحب تاج گردد به پیشش 100 پسر محتاج گردد. واقعا مسئله تربیت فرزند یکی از مسئله های بحرانی امروز نه تنها در کشور ما بلکه در جهان محسوب می شود و خود تولد فرزند امروز مشکلات زیادی را دارد. ما میدونیم که با آمدن فرزند از یک سو به خانه شادی میاد، از سوی دیگر غم است. یک خصوصیت تاریخی را دارد که اکثر وقت مردم هنگام صاحب فرزند شدن افضلیت را به پسرها میدهند و به دخترها همچون یک مناسبت دویم درجه می نمایند و همین یک نوع موازنت گندری را گم میکناند. وقتی که ما همین نابرابری گندری را یا مناسبت نادرستی گندری را واقعا براه میمانیم، اونگاه در اینجا یک تفاوت ها و فرقیت های زیادی گوناگون را در تفکر مردم مشاهده کرده میتوانیم. در آینده ممکن در زندگی همون مردی که از دختر ناشکری میکند و قهر میکند در وقت تولد شدن دختر، ممکن در آینده همین دختر سزاوار بلند گردیدن نام همین خاندان و نام همین مرد گردد. فلک را لالگون دیدم نماز شام در گردون، مگر خورشید را کشتند که دارد دامنی پرخون. تنها نگاه زن میتواند همین چیز احساس کند. به فکر این تشبیه سازی را مهارت زن. یک لحظه در نزد پژوهشگاه اکوشری، گینکولوژی و پریناتولوژی جمهوری قرار داشتیم. از مشاهده ها همه انتظار طفلی به دنیا آمده بودند. بچه ها میگه هر جتا بچه من دفر نداره دختر بچه هر دوش باشه خوبه به منه.
هیچ کدومش نیست که یک بچه دختر مانده میگه بچه فرق نداره اوچا جون. ولی به قول مامودایه ها میان این افراد که منتظر طفل هستند کم نفرانی یافت می شود که تولد دختر را قبول کنند. مشاهده‌های ما دختران همین است که هنگام ولادت بیچاره زنان با چی مشکلی یا با چی عذاب 12 ساعت 15 ساعت 16 ساعت ولادت دوام می‌دهد. وقتی هنگامی که ولادت کرد به آخر رسید فرزندشون تولد شد، یکم چیزی که آنها میپرسند من چی تولد کردم؟ من پسر کردم یا دختر کردم؟ دختره گفته میپرسند. نمیگن که فرزند من زنده های سالمه. چی حالتای؟ بسیار میشنویم که مثلا اگر که در اویله دو دختر باشد با پیدا شدن دختر سیوم مشکلات اویله شروع می شود، یعنی که یا طلاق میکنند دختر رو یا اینکه زنی تولد کرده رو یا اینکه یگان فشار می آورند رویش یا اینکه یگان خب خلاصه می شود که از همین فرزند سیوم میز دختر یک احساس ناریزایی در همین اویله پیدا می شود. این بسیار بد است. من فکر میکنم که این چیز رو من از بین بردن در کار. یک وقتها من در سمینارهای معین آموزشی پسیخولوژی حتی یک سوالنامه در شکل یک آزمایش به اهل نشست فرستادم و گفتم که اگر شما اویله دار شوید و پیش از همه فرزند را انتخاب کنید، جنسش را انتخاب کنید، کدام آنها را تو پیش از همه خواهش داری؟ آنگاه از 25 نفر نشستگان تخمینا 20-21 نفر اگر خطا نکنم آنها پسر را انتخاب کردند و دختر را در نوبت دوم گذاشتند. بعد اساس کردیم که چرا چنین است؟ آنها گفتند که اینها دوام دهنده نسلند، اینا تامین کننده اند، اینا نگاه و بین ما را من بعد همین فرزند میکند، دختر فرزند یا خود مال مردم است و غیره تحلیل ها می نمودند. چون وارد شعبه تولد شدیم واقعا هم زنهای زیادی بودند که اندیشه های گوناگون داشتند، اما بسیاری ها از تولد دختر خوشنود نبودند. اکثر در اندیشه آن بودند که پی قدم این طفلک نوزاد که دختر از زندگیشان را تغییر می دهند، حتی در هراس هم بودند. دیشب نوبتدار بودیم و یک زن تولد کرد. ساعت 2 شب بود. این زن تولد کرد و همین سوال رو بود که من چی کردم. وقتی که ما گفتیم دختر کردیم و زنی بیچاره از هوش رفت. می شود که تولد زنهایی که پنجم پسر رو تولد میکنند لیکن دختر ندارند در این حالت و یا میپرسد که من چی تولد کردم، ما میگوییم که پسر شد و نغز میگوید و زیق نمیشود برای که وای پسر است. وقتی که پنجم دختر را تولد میکنه دختر است و آرام نمیشد، همین گریه کردن رو سر میکند که آنا با دختر شد و با شوهرم چی میگوید و میبایست که امروزها در بین مردم همین تفکری بر غلطه برکنیم، کار ببریم، چاره‌بینی های معین جدی را ببینیم، زیرا تاثیرش تا به همین روزها مانده است. و من زیاده مثال ها را گفتم، میتوانم که نفری که دو دخترچه دار شد، سیوم مراتب دخترچه دار شد، ترک خانه کرد یا قهری نمود یا رو گرداند، حتی به تولد خانه نرفت، عیادت نکرد، همین معنای آن را دارد که حال هم تفکری بر غلط مردم ما وجود داشته است. زنی که نخواست نامش ذکر شود با اشکی سوزان گفت با زندگی چند ساله با همسرم اینک صاحب دخترچه سیوم میشوم، اما وقتی که پی در پی دخترانم به دنیا آمدن همسرم از آن چندان شاد نشد، حالا هم از پشت دری تولدخانه با غضب رفتند. شوهرم اومد در تولدخانه فهمید که من دخترچه دار شدم، بسیار در قهر اومد، غضب اومد، گپای هر خیله گفت. دیوم دخترشون سیوم دخترشون شوهرها خبرگیری نمی بیایند. برای همین سبب این باعث می شود که شیر مادر کم می شود. زن باید که
бо меҳр бо хушбахтӣ бо хурсандӣ кӯдакро меҳрубонӣ кунад. аз сабабе ки шавҳар ба пеши духтараш хабар гирифта намеояд, барои ҳамин бисёр вақт ин мушоҳида мешавад ки ҳамин шири зан кам мешавад, кӯдакҳо дар ин ҳолат лоғар мешаванд. ин як зинае ба шумор меравад ки ё як давраи муайянест ки модар аз вуҷуди худаш шири модариро ба фарзанд медиҳад. ба ҳангоми воқеан дар як ҳолати хеле мушаввашу ва пуршиддати рӯҳӣ қарор доштанаш, ин метавонад то андозае ба вуҷуди кӯдак тавассути шир таъсири муайяни манфиро бирасонад. бинобар ин ба андеша меравад ва ғайраҳо. аз ҳамин нуқтаи назар мо мебоист ки корҳои муайянро бибарем. ҳаста 6 духтар дора, гуфта духтар намекуни ҷанҷал не. ман неки насиҳат менам. шукрона куни духтар фарзанда. овая мекуна бачаку, мешава бача. шахсан ман ҳамчун як шаҳрванди ҳамин ватан соҳиби духтар ҳастам. фикр мекунам ки тамоми хастагиҳое ки дар ҷои кор, дар вақти таълим ба ман рӯбарӯ мешавад, бо як суҳбате ки бо ҳамин духтараки дӯстру якам мегузаронам, ҳама хастагиҳои ман бартараф мешаванд ва рӯҳи ман болида мешавад ва ман оромона хоб мекунам ва субҳгоҳон бо як нерӯи нав тоза ба ҷои кор бармегардам. духтарон мехонанд дар мактабҳо ҳам азбаски ин ҷониб дар мактаб солҳои дароз кор карда будам, медонам ки духтарҳо бисёр муаддабанд, нисбати бачаҳо бисёртар мехонанд. бинобар ин падару модароне ки духтар доранд мушкилотшон камтар аст ва вақте ки ҳамсӯҳбат мегӯянд ки духтаро моро гӯш мекунанд, духтаро мехонанд ва воқеан ҳам ҳамин хел аст, духтаро бештар мехонанд. пайи ҳам ба дунё омадани духтар набояд боиси нохушӣ ва ғамғусса гардад, зеро писару духтар дар маҷмӯъ фарзанданд. нафароне ҳастанд ки писар доранду духтар надоранд ва аз ин рӯ дар орзуи духтар ҳастанд. вобаста ба ин масъала албатта хеле масъалаҳои зиёде ба вуҷуд меояд ки масъалаҳои тарбиявӣ ҳаст. вақте ки мо фарзанди худамонро тарбия мекунем, дар арзишҳои умумибашарӣ ӯро ба воя расонем, то ин ки вақте ки оилаи худашро ташкил мекунад ва камтар ба ҳамин ҷинси фарзанди ба дунё омаданаш назар кунад, балки ба он назар кунад ки чӣ хел ҳамин фарзанди сазоворро тарбия карда тавонад. яъне ки новобаста аз он ки писар аст ё духтар аст, дар оилаи худаш меҳру муҳаббати алоҳидаро нисбат ба фарзандаш раво бинад. набераи барора гуфтам имрӯз ба сад орзуо ки умри дароз тиашаву ам падару модарашро ҳурмат кунаву. аз қадим аз дар урфият мо аз калоно аз пирои хират шунида будем ки вақте духтар ба дунё меояд, дар он оила файзу баракат мерезад. ин гапҳоро пирои хират, пирои мо гуфтагӣ буданд, мегуфтанд, мегӯянд. вале ҳастанд имрӯз ҷавонҳое ки бехираданд, мардҳое ки заншон хусусан нав хонадор шудаанд, ту писар зӯй, ту писар зӯй. ман агар 100 духтарам бошам рӯ намегардонам. خودم هم دختر بودم در وقتش از پدر و مادرم خدمت کردم پدر و مادرم در منم نبیرم هم خیلی در اتو چشم خدمت میکنه. فرزند خواه پسر است خواه دختر است اگر صاحب اخلاق خوب باشد در آینده خوب خواند صاحب کسب باشد مشکلات برای پدر ایجاد نکنم. من گمان میکنم که بهترین نعمت این فرزند است و علل خصوص زن است و دختر است. اویله‌ها رو ما میدونیم که پسران رو در مکتب در لیسه ها میمونن و دختران رو در مکتب های تحصیلات میانه عمومی و فرقیت میگذارن بین اینها. از لقمان حکیم اگر گیریم یک نفر نزد لقمان حکیم اومده میگه که من هم دختر دارم و هم پسر، در تربیت کدام از اینها بیشتر اهمیت دهم؟ لقمان حکیم میگوید که برای پسرت کسب بیاموز و دخترت را در نزد معلم ده تا متخصص ساحه شود، چون که دختر تربیتگر نسل آینده است و همیشه در داخل خانه با کودکان آینده
سر و کار دارد و پسر این رزق و روزی رو از بیرون جستجو میکند. یعنی که میتواند پسر کاسب باشد، میتواند با دیگر کارها سر و کار گیرد. در ادبیات عموما ما ادبیات تاجیک خودمان، ادبیات معاصر خودمان بسیار اثرهای معین هم به همین روانه شده است و اگر همون اثر خیلی بزرگ دختر سیم را اگر بگیریم، افادگر آن است که ضمن آن که 3 دختر بود، پدری کلالگر ترک کرد واقعا 3 فرزندش را و بعدا برفت، ولی این 3 فرزند به درجه شدند که کسب پدر را دوام دادن و افتخار پدر شدند. این فیلم یک فیلم خیلی بزرگی تربیوی را دارد و روانه شده بود به همین تفکری برغلط مردم تاجیک ما نسبت دختر بچه ها. از همین نقطه نظر نزدیک شویم، ما میبایست که عین زمان یک نوع مبارزه خیلی سخت را بر همین اندیشه برغلط ببریم و از شعور مردم اون را کناره سازیم. علم طب اثبات کرده است که تولد فرزند به مرد وابسته است. مردها باید از خود گله کنند، نه از زنان. جنس را انتخاب نمی کنند. این به خواهش من و شما وابستگی ندارد، زیرا این قانونیت های معینی آناتومی، فیزیولوژی، بیولوژی انسان است که در همین زمینه نصیب میگرداند به واسطه به شخص یا پسر بچه و یا دخترچه را و انسان میبایست که شکری هر دوی آنها را بکند. ای روی خروموسوم هایی که ای زن X میباشد، ای مرد Y میباشد، برای همون اگر Y با X یک جویا شود پسر تولد می شود، اگر X با X یک جویا شود و دختر می شود. امیدوار هستیم که آینده مردانی ما میفهمند که این از زنی بیچاره وابسته نیست و بسیار مردا میگن که تو من با دختر تولد کردن نمیتوانی، من زن دوم میگیرم. عائله ها باید به جامعه نسل های سالم را دهند. نسل های سالم، علم پداگوژی که میگوید که تربیت برای یک شخصیت را به پایان رسیدن 3 منبع نقش مهم میبازد. از آن جمله یکی از همین منبع ها، یکی از همین نهادها نهاد عائله است که باید، حتی بزرگان گفتند که تربیت باید از وقتی تولد شدن کودک شروع شود. و همین خاطر فرزند چه دختر باشد چه پسر همش فرزند است، باید ناشکری نکرد و تنها برای تربیت آنها کمر همت بست. بعضی اندیشه دارند که در کار دکتر تشخیص اولتراساندو که تولد شدن پسر و یا دختر را پیشگویی میکند بعضا نابرابری سر میزنند. حالتهایی میشوند که دکتر در تشخیص اولتراساندو در بطن مادر گویا پسر میبینند اما دختر به دنیا میآید و یا برعکس. مثلا یک دوستی من وقتی که عائله‌اش حامله دار میشد و به طبیب مراجعت میکنند، وقتی که طبیب میبیند و میگوید که تو نصیب باشد بعد چند ماه صاحب دخترچه زیبا میشوی و واقعا وقتی که احساسات یعنی دوستم دیدم که چگونه برای همین پیشواز گرفتن بعد چند ماه پیشواز گرفتن یعنی طفلک دخترش داشت و قبل از آن که او به دنیا بیاید برای او همون آرایشات کودکانه، لباس‌های دخترانه کودکانه از مغازه خریداری میکرد که واقعا این یک هیجان آور بود. و وقتی که اون پسر تولد میکند، وقتی که تمام اون تجهیزاتی برای یک گل دختر میخرد، برای چون که او دختر را انتظار بود، ولی بعدتر معین میشود که زن او پسر میزاید، پسر تولد میکند، ولی تا حال انمون اشیاهایی که برای دخترش خریده بود همونا را نگاه می‌دارد با امید آنکه روز صاحب دختر میشود و انمین اشیاهای کودکانه نصیب او میشن.
البته تولد هم پسر و هم دختر به هر یک عائله برکت می‌آورد و هر دو دوام دهنده نسل آدمی میباشند. اما میان برخی از افراد گویا جنس لطیف دوام دهنده نسل بوده نمیتواند. که همین فکری که محض پسر دوام دهنده نسل است، این علاقه در جامعه کهنه ماند. حالا در جامعه برابر حقوقی علل خصوص کشوری ما جمهوری تاجیکستان مقام مرد و زن برابر است و بنابر این دوام دهنده نسل فرزند است و حتی فرزند خوانده. فرزندی بیولوژی شخص نباشد هم، اگر که فرزندی نکو را ما تربیت کرده توانیم از عائله دیگر یا اینکه از یگان مؤسسه تربیوی، اون میتواند دوام دهنده نسل باشد. پس معلوم میشد که گویا که دختر دوام دهنده نسل نباشد و این یک ادراک برغلط، یک تفکری برغلط گندری که از تاریخ آمده است و تا به همین روز در تفکر مردم ریشه مانده است و باید آن را برکند، آسان هم نیست. در عائله ما مثلا دوام دهنده نسل دختر است. بسیار دختری سزاوار و من بسیار عائله های میدونم که دوام دهنده نسلشون پسرها هستند، اما چی پسرهای ناسزاوار. یعنی که ما خودمون به همین مفهوم چی رو داخل میکنیم، چی رو در نظر داریم وقتی میگیم که دوام دهنده نسل. اگر فرزندی ما نکو باشد و تمامی فعالیتش رو به اون میبخشد که نام پدر و مادرش زنده ماند و نوابسته است از آن که وای پسر است یا دختر. مشو غمگین اگر دختر بزادی که از دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر که صاحب تاج گردد به پیشش صد پسر محتاج گردد.